همین یک چیز من حیران مونده همین نگاه کنید بچه‌ها چه خرسند میشن در عید با نه که همین مهن میکنن ما کودک بودیم در خاطر داریم که همین کارخانه پدرم یک پاکت میداد هم خیلی خرسند میشن تا حاضر 40 سال گذشته از خاطر نمیبرد به جایی که کمتر بازی من کنن بهوده وقت میراد یک فایده ندارد الله اکبر همیشه من میکنن برام گوش نکنین ایده دام تیم ایدیم مویده مثلا من میکنن نمیکنن در کدام دولتی باشه نباشه مویده میکنیم این رسم و عادتهای ما خاص برای کودکان تکشتو خیلی قانون پونون یا طرفونه تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا عید فطر مبارک باشد برادر و برای تبریکات برای بینندگان چی گفتنی هستید؟ اولا که الله سبحانه و تعالی عبادت هر یکمون قبول کند. الله سبحانه و تعالی هر کسی که در این ماه شریف رمضان روزه گرفت خالص از برای الله قرائت قرآن قیام لیل کرد الله سبحانه و تعالی خالص عبادت را نقصان پاک کرده و درگاهش قبول کنه. آمین. البته که عید مسلمان‌ها چگونه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتن که دو عید داریم عید قربان و عید نمی رمضان عید فطر و با مناسبت عید شریف رمضان تمامی خلق تاجیک تمامی مسلمانان را تبریک میگم بگید الله سبحانه و تعالی طاعت و عبادت شما را قبول کنه. آمین یا رب. البته که در عید شریف رمضان ما باید حرکت بکنیم که کودکمون خاصتا اهل و عائلمون کودکمون تحفه داده با عید خرسندی کرده تماشا برده ایجا با ایجا و همین خیلی کنیم که همین عید این شعار اسلام است. کودکمون ای کودکیش به همین عید به همین شعار اسلامی ترغیب کنیم با هر گونه مقصد تحفه داده آنها را رغبت کنیم که همین تا اینکه همین یک عید مسلمانی را دوست دارن. ولی که افسوس که در تاجیکستان همون خبر داریم برای کودک عید گردک من است ممنون است و ممنون است ممکن است حالا که یگان ضرر نداره کودک خرسندی میکنن خونه یک دیگر میروند یک شیرینی میگیرن نه که ممنون است ای پشت یک سیاست خواهی که ای کودک ای کودکیش این شعار اسلام در دل آنها بد نشان دادن یعنی همین خیلی میکنن که آنها ای کودکی به هم شعار اسلام به عید گردگی مسلمانو آنها یعنی محبت پیدا نمیکنن ولی که عید کافیرا باشه مثلا سالی نو زیب و زینت میته همه مکتب همه جا زیب و زینت میته کودکو عید کافیرا را دوست میدارن. خیلی بگذار الله سبحانه و تعالی برای خلق تاجیک هم ای ظلم ای محرومیت ها رها کند و برای کودکان مسلمانان ما هم یک عید گرده کردن آزاد کنند نشان میده. ماشاءالله ان شاء الله گوش نکنین ان شاء الله عید گرده کنین. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام ماشاءالله رسم آیین تاجیکان رو گم نکن نگاه کن سمبوسه تاجیکه او بچه‌ها رادنویا خیلی نمیشد بردارا شما آدم در خجالت میمونین خانه شما میریم ایدگردک حوض رفته ایستیم سر دسترخوان رو میبری سر تاو مخورد ای بسیارش سر تاو مخورد همه چی موندگی ای ابا پیش ما میبینیم پیش دیگه بردار میرین سر دسترخوان عادی ای اما خجالت میکشیم میگیم که خانه او رفتیم اینطوری کرد و پریکول تاجیک هست کو میگه همسایه گذارم برادر عید فطر مبروک مبارک باشد. تبریکات به بینندگان ما چی گفتنی هستید؟ اول سلام درود به کل بینندگان شبکه که بومیران و به کل مردم تاجیک و به کل ملت یعنی مسلمان که امروز در خرسندی هستند در عید هستند و برای بینندگان که بومیران چی گفتنی الله سبحانه و تعالی این طاعت عبادتی که در این ماه مبارک کردیم و پیش از این ماه مبارک کردیم الله سبحانه و تعالی قبول گردانده باشد و چی مراد مقصد و چی آرزو و هدف داشته باشند الله سبحانه و تعالی مراد مقصدشان برسانه همچون که می‌کنند ان شاء الله جزاک الله خیر. و ما با همه ایدهای خودمون خرسندی میکنیم و با همه ایدهای خودمون یعنی
менозем ва як рӯзе аст ки барои мо мусалмонҳо хеле рӯзе ки мо як сол жидат мекунем, интизор мешавем ки ҳамин рӯз барои мо биё ва мо хурсандиро дар ҳамин рӯз бигирем. ва инора ман кардан ва инора ман фикр мекунам ҳатто мардуми тоҷик ва баъзе касое ки имрӯз дар дохили яъне тоҷикистон дар масъулият ҳастанд, дар дохили кишвар яъне дар вазифаҳо ҳастанд, ҳатто онҳо низ намехоҳанд, балки онҳо ҳам дӯст медоранд ин чиз. ای ماشاءالله ماشاءالله. یه خیلی فکر میکنن سیر آمدن یا که جهاد آمدن تمام. ها میمونم میرم. والله در یک جا بید کلیسان نگاه کن. نبی ماشاءالله. این در جو؟ ایدم ویدا. نه. ماشاءالله. اینا باردارو دجیده. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران مسلمان، هموطنان عزیز، در کجای باشین، در مهاجرتین، در داخل وطنین، بیرون ای وطنین، همه شما را به فرارسی عید رمضان تبریک میکنم. الله سبحانه و تعالی سرفرازتان بگردونه ان شاء الله. الله سبحانه و تعالی موفقتان بگردونه. الله سبحانه و تعالی در زندگیتون برکت نصیب فرماید ان شاء الله.